بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب المبادئ المفیدة في التوحید والفقه والعقیده، یعنی سرآغاز مفید آیید توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه محدث ابو عبدالرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله حق سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. درسی امروزی ما آغاز می‌یابد تحت سؤال پنجم یا که بندی پنجم. شیخ می‌فرماید فاذا قیل لك من نبیک، فاذا قیل لك من نبیک، اگر تو را پرسند پیغمبری تو کیست، فقل نبی و نبی هذه الامة جميع رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم، یعنی پس در جواب چنین بگو پیغمبری من و پیغمبری همه این امت محمد فرستاده الله صلی الله علیه و علی آله و سلم است. والدلیل قول الله تعالی، والدلیل سخن الله تعالی است. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد پدری هیچ یک از مردان شما نیست. فهمیدید؟ یعنی نه پدری زید است و نه پدری یگان کسی دیگر، ولی فرستادی الله و